بسم الله الرحمن الرحیم. امیرحسین هستم، شیعه هدایت یافته از بلژیک. یک موردی رو میخواستم عرض کنم و جوابش رو از شیعه ها میخوام. آیه شریفه لا اکراه فی الدین قد تبین من الرشد والغی یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله و استمسک بالعروة الوثقی. این آیه شریفه رو آقایون آخوندا عروة الوثقی رو تعریف میکنن و تفسیر میکنن، تفسیر به رأی با هوس خودشون، که منظور حضرت علی است، در صورتی که قرآن است. یعنی که خداوند میفرماید به ریسمان خدا قرآن متوسل شوید، چون قرآن مایه هدایت و شفاست. میخواستم اینو آقایون شیعیان که تلفن میکنن، به خصوص این آدمخواران ولایت، جواب بدن با سند و مدرک که از کجا آوردن این تفسیر رو که عروة الوثقی یعنی حضرت علی رضی الله عنه. لطفا جواب بدن، منتظر جوابشون هستم. خیلی متشکرم. خدا حافظ شما. السلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسدالله هستم از کشور افغانستان. میخواستم پیام ببرم، بعد چند چیز میخواستم عرض کنم. اول این که همین تقوا و جان فدایی عمر در خون ما دنیا هست. اگر قرار باشه اهل سنت خون بدهد، قسم به این ذات الله، به والله عظیم، اگر این در هر صورت حاضرم خونم فدا کنند اصلا. بعد میخواستم یک سلام جاودانه و گرم از صمیم قلب خود به مولانا انصاری و بالخصوص مسلمانان اهل سنت در ایران و بخصوص مولانا عبدالحمید جان نثار و شیخ محمد خالد دیگر نداشتم. خدا جان ما فدای ابوبکر و عمر عثمان علی. خدا Mm-hmm.